دوستان عزیز، در کنار یکی از شاگردان عزیزی قرار داریم که در اینجا آمدن پروژه‌ای را به نمایش گذاشتن، در این نمایشگاه حضور پیدا کردن. سلام و وقتت بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خوب هستی؟ تشکر زنده باشید. نامت مقبول چیست؟ محمد عمر. محمد عمر عزیز، صنف چندم مکتب هستی؟ صنف هشتم. صنف هشتم. درس بخیر میگذره؟ شکر بخیر میشه. این نمایشگاه چقدر برای خودت خوب بوده؟ و تاثیرات خوب خدا داره به خاطر درس‌های نظری و بعد از درس‌های نظری کارهای علمی نیز به خاطر فکر و ذهن انسان فایده‌های زیادی داره. به خاطر از این کارهای خوبی را دیدیم از بخش روباتیک، از بخش غذاهای محلی، از بخش لابراتوار. این چیزا بود که به ما تاثیر کرد و به ما خاطره شد. بسیار عالی.